خیلی وقتا موقع معامله کردن یه همچین فشردگی هایی رو میبینی. یعنی چی فشردگی؟ یعنی از پایین داره جمع میشه میره بالا، از بالا داره جمع میشه میاد به سمت پایین. به این میگیم یک فشردگی. حالا چه اتفاقی میفته؟ مثلا بیاد از سمت بالا این فشردگی رو میشکونه و خیلیا این اشتباه مهلک رو میان انجام میدن و بای میزنن اون بالا. افتضاحه، اصلا نباید اینجا بای بزنید. چرا؟ روند کل ما نزولی بود. وقتی روند اصلی رو داریم که نزولیه، باید اگه از سمت پایین شکست فقط سل بگیریم، از سمت بالا نمیگیریم. این یه فیلتر معاملاتیه. ببینید وقتی حالا برمیگرده نتونست بره بالا، میاد این زیر، من میتونم یه همچین سلی رو بعد از بسته شدن کندل بگیرم و یه سود خفنی رو ازش بگیرم. مثال بعدی رو دوباره نگاه کن. یه فشردگی داریم در جهت روند صعودی، اگه میشکنه من میتونم باهاش برم همراه بشم و یه سود خوبو بگیرم. خلافش اگه ترید بکنی خیلی وقتا استاپای علکی میخوری. نه اینکه در جهتش ترید بکنی همیشه سود میشه، نه، ولی وین ریت خوبی میشه. تو هر تایم فریم و روی هر ارزی هم میتونی ازش استفاده بکنی. فشردگی خیلی بچه‌ها اتفاق میفته. پست رو سیو کن، برو چند تا فشردگی بیا با این مقایسه کن، ببین میتونی بگیریش یا نه. استفاده کن، لذتشو ببر. لایک هم